نمی بخشم گناهت را نمی بخشم. که سرگردان دل کردی بروی گردان شدی از من. که در دوران مردان یار نامردان شدی از من. یک نیم سال شد که بیماری بستریم، راه گشتن نمیتونم. پسرچم بعد وفات پدر 6 ماه پس با کسل انسول گرفتار شد. این با 5-6 سال بود که او بیماری بستری جاگه بود. این امسال 24 فوریه از عالم گذشت. پیش ای پسرچم زمان جان در راهبری موسیقی انسامبل دولتی لاله به نام ولمتزاده که یک خیلی کسل شد که هیچ کدرک نیافت. کسل یک 3-4 ماه دوام نداد، بچه‌ک در عالم درگذشت. آواز فارمت را، چشمان پر نمت را، هم شادی و غمت را من یاد کردم آچه. بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، تو ماری در برت را من یاد کردم آچه. انا می سرودان حالی نرفتن. دختری خوشبخت بودم، دختری خرسند بودم، به حد غم تماما ره نمیدادم، در نغز نمیدیدم غم خوردن. روی هم غمدار شدم. چگونه میکنیم با پروردگار خواهی همین خیلی تقدیری ما قلم کشیدم دست. نصیب باشه اکنون من میخوام که سردوی بچه را زنده کنم، کمتر خدا همین سلامتی ما ساز کنه. من حتما میرم سردوی این بچه را چی میگم که همین ایادی مردم بچه ها نروند. یاری من در تگی دلانه با دلی خسته پر ارمانه، چشمکاش برای من چاره به خدا در تگی دلانه. اولین سرودی من دین را با کجایی یاد کن تو ما را، چی سبب نمی آیی یاد کن تو ما را. فصل گل آمده و سیری گلستان باقیست، دیدنی جلوه آن سرو خیرامان باقیست. اساسا سبزی رنگ قدی برآمدم ماخه، سبزی رنگ آمده مهمانمه، آتشکی میزنی بر جانمه، سر به قدم های تو میمانمه، خاکی ره سرمه به چشمانمه. سبزی رنگ آمده مهمانمه، آتشکی میزنی بر جانمه، سر به قدم های تو میمانمه، خاکی ره سرمه به چشمانمه. افغانستان رفتیم ما، امروی سریا قاسم و میرزا وطن میر بابا جان حسن در دکانا سبز نرنگ خرما شیرین و خونده سای. بچه بودم این سبز نرنگ همه خونده بودیم، ما درنگ نداریم. بعد دیگه هم صحنه در من خودم میخوندم، بعد تمام افغان برام در رقص میکرد. این سبز نرنگ در افغانستان هم مشهوری بوده که خدا رحمتی علاءالدین زنده بود. تیز خبر میگرفت، تلفنی و مثال کارش بسیار بود، میدونستم. شیرعلی قاسم خبر میگیره تیز. انا مثال کار کنم اون پیشتر کار میکنم، مهری حاجی بوی و آی مکرم و خبر میگیرن. تشکر که با میان گو خبر میگیرن، تنها نیستم.